بنا به خبرهای رسیده طی 2 ماه اخیر در ولایت سمرقند ازبکستان احوال 21 کودک در پی استعمال داروی استیصال هندوستان با نام دوک یک مکس بد شده، از این شمار 15 نفرش جان باختند. حالا تفتیش باید معلوم کند که آیا سببگار مرگ این کودکان داروی استیصال هندوستان بود یا چیز دیگر. در هر صورت تا انجام تفتیشات فروش داروی دوک یک مکس در ازبکستان از روز 22 دکبر سال 2022 کاملا منع کرده شده است. در شبکه‌های اجتماعی عکس و متن نامه مدیر مرکز طبی کودکان ولایت سمرقند عزیزوف به نام سردار ریاست تندرستی این ولایت جمعه نیوزوف نشر شده است که در آن حادثه مرگ کودکان در پی استعمال داروی دوک یک مکس با مزه عسل و لیمو تصدیق کرده می شود. در این مکتوب از تاریخ 15 دکبر سال 2022 گفته می شود که در شرایط پنجشنبه بیماری های زکام و سرماخوردگی طبیبان ولایت بیش از حد این داروی هندی را برای کودکان و والدان آنها توصیه می دادند، ولی در پی استعمال آن چندین کودک با علامت های خراب شدن گرد هوایشان به بیمارستان آورده شدند. در عموم بنا به این نامه 21 کودک را به بیمارستان آوردند که وضع 17 نفر آنها به سبب بخیچکشان ناآمدن پیشاب وزنین بود و 15 کودک جان دادند. عزیزوف می نویسد که آنها مجبور شدند که کودکان بیمار را از جمله با استفاده از گیمادیالیز تبابت کنند. در وزارت تندرستی ازبکستان تصدیق کردند که این نامه واقعیت دارد. روز 22 دکبر این وزارت در کانالش در تلگرام با تکیه به اگنتی رشد سوای تشخیص داروسازی خبر داد که برای تحقیق وضع و سبب بد شدن احوال بیماران یک گروه فوری از حساب متخصصان تأسیس داده شده است. به این گروه نمایندگان اگنتی و مرکز دولتی تشخیص دارووارو و تکنیک طبی آنها به تشخیص داروهای دوک یک مکس با مزه عسل و لیمو که شرکت هندی ماریون بیوتک استیصال میکند و در داروخانه‌های سمرقند فروخته میشد شروع کرده است. از 22 دکبر فروش این داروواری در سراسر ازبکستان منع کرده شده. شرکتی که مسئولیت فروش آن را در دست داشت در این باره به استیصال کننده‌اش در هندوستان خبر داده است.